سلام دوستان عزیز، وقتتون بخیر. انشالله هر جای این کره خاکی هستی ما رو میبینید، ساپورت میکنین، دلتون خوش باشه، جیبتون پرپول باشه. دوستا ما خانه مشتری عزیز ما هستیم که برایشون باد کامر جور کردیم. الان فلورش اینا اخلازی گرفتیم که اینا سر ازی میایه. فلور فارمینگ چیزی زدیم، یک دیسکای یکی از بهترین مارکا است، بهترین کوالیتی، یک پروفشنال برایشون خیلی مقبول فلور فارمینگ کردیم. او قسمتش نزدیم چون قراره که بعداً یک دو ماه دیگه چون جا نداشتن که ما کل خانه را یک دفعه فارمینگ کنیم. این قسمت زدیم که او قسمت دوباره برایشون فارمینگ کنیم. او طرف هم قراره که کاشی بشه. ما این قسمت فارمینگ زدیم خیلی مرتب، همون رقم که می‌بینین قشنگ دور خورده. این قسمت یک کف خیلی بد بود، یعنی کندنش ما رو بسیار عذاب کرد. اگه تانستم ویدیوش برشون میذارم. خلاصه که اینجوری کندیم. یک کارا پیش میه، ما حساب پیش میاد که کار چاره دیگه هم نیسته. ما فارمینگ که زدیم پایپ برق از کف آمده بود. این پایپ قطع شده از خاطر که فریز کرده بودن. این حالی ما برقکار ما باید بیایه، اینا آماده است، لاینر کشیده از زیر خانه بره. زیر خانه هلند که اکثرا بچه‌ها میفهمن پر آوا چتلی و گل و این گپا از زیر باید بره که برقش دوباره کش کنه. این را از خاطر گپا رو من میزنم. یگان کسایی که در افغانستان هستن، ایران هستن یا هر جای دیگه فکر میکنن کسایی که در اروپا است پیسه هم تو خودش میایه، خبر نداره که ما همیشه 6.5 میخزیم. این کارهای پر ریسک، کارهای پر دردسر، مثلا حتی یگان دفعه که جان خود بازی میکنیم نه، یا او کار چتله که زیر خانه بره هیچ کس نمیکنه. خلاصه دوستا امروز اخلازیرش میریزیم. بخیر اخلازیر یک جنس خوبی که داره در 2 ساعت 3 ساعت خوش میشه دیگه. انشالله فردا آماده کاشیکاری میشه. قسمت کاشیکاری براتون میذارم، ما باشین دوستا. مگم سختی های کار خودم داره دیگه. در باید بری زیر خانه هلندم که خدا برکت بده، کلشان تر همون هم که بینید. چطور از جان تر بود داخل پایین؟ یا ترانه بیخی آوانه. او خانه دیگه که نمیدونم یاد مانده تو بودی نبودی، بیخی سمسه از زیر خانه ما ماهی پیدا کردیم. باور کو. خب دوستان عزیز، همون رقم که میبینید ما اخلازیش ریختیم. زمین میبینید صاف شده کل جای.